این سه تا شاهکارهای معماری چین هستن که دنیا رو شوکه کردن. راستش رو بخواین چین تو تجارت، زیر ساخت و تکنولوژی داره همه رو پشت سر میذاره. واقعا دارن از بقیه جلو میزنن. فقط یه نگاه به این سه تا بنای حیرت انگیز بندازیم. اولیش ساختمان آبشار گوانجوه، یه آسمون خراش 108 متری که یه آبشار مصنوعی از بالاش به پایین میریزه. راستی این بلندترین آبشار مصنوعی جهانه و آبش هم از استخر طبقه 4 زیرزمین بازیافت میشه. یعنی چی؟ یعنی کلی به فکر محیط زیستن. دومیش ساختمان تیانو در آنیانگه. این بنا از زاویه خاص شبیه یک ققنوسه. روی دیوارهاش هم اسم مکان‌های معروف چین، دریاچه‌ها و کوه‌ها حکاکی شده. انگار یه تابلوی هنریه. آخریش ولی کم اهمیت نیست، آسمون خراش افقی چونکینگ. این بنا بلندترین و طولانی‌ترین نمونه از نوع خودشه که با هزینه بیش از 25 میلیارد ین ساخته شده. شکلش شبیه یک کشتی بادبانیه که با راهروهای کریستالی 3000 تنی به هم وصل شده. راه رفتن روی این گذرگاه شیشه‌ای 250 متری مثل راه رفتن روی ابرهاست. چین واقعا داره مرزهای نوآوری رو جابجا میکنه. بقیه دنیا باید سریعتر خودشون رو برسونن.